مردی حقیقی مردی را میگن که زکات مالش میده. اصلا این مالی که بعد سری خودت میمونی دردی سرای. حضرت علی میگه بوری همراه شاگرداش قبرستان جنت البقیع رفت، همراه چند نفر شاگرداش پشت طرف قبله و رو طرف لحد ها میگه دعا کرد، دعایی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم داده است: السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین و المسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا و لكم العافیه. بعد گفت که یا اهل القبور اموالکم قسمت و دارکم سکنت و نساؤکم نکحت. ای اهل قبرستان گفت مولاتون تقسیم کردن، مولا بررفت، از بعضی ها به وارثا رفت، بعضی ها را غارت کردن به یغما رفت، خانه هاتون صاحب پیدا کرده است، زناتون شو کردن. فهذا خبرکم عندنا، این همین خبر شما بود من رسوندم تون. فما خبرنا عندکم، شما چی خبر به ما میرسونه؟ بعد به حضرت شاگرداش گفت به خدا قسم اگر ما گوش شنوا می داشتیم حالی می شنیدیم که می گفتن که و علیک السلام یا علی، ما اکلنا ربحنا و ما قدمنا وجدنا و ما اخرنا خسرنا. جواب سلام می دادن، می گفتن که هر چی که خوردیم بردیم، برد کردیم، هر چی که پیش فرستادیم، هر خیر احسان کردیم در اینجا به ما رسید، هر چیزی را که موندیم دردی سر موشید. دیگر رو میخرن و رست شد شما کردستید در اینجا. درویشی گرسنه چون بیاید بدرت، چیز بیده از بحر روانی پدرت. زر جمع کنی برای سه بیگانه، شوی زن و داماد و عروسی پیسرت. همین جانکنیامو اساسا برای نمیه. برای زکات مال دادن در کار. همین مردی که زکات مالش میته، مالش در سیف الله میپرتوید، در حفظ امانت پروردگار میپرتوید. افسوس که نمیدونه. یا تاجر قصه کرده است، قطعی همین افغانو سر کار داشته است، این همین برادرای تاجیک افغانستان. یک روز میگه همون وقتی دودو گرفت $10,000 همون افغانو این طرف اومده است، همین یک پچکه $100. خیلی خیلی مولی همون بود میگه آخی. بعد همون وقت یگان ماه پس وقتی که غم میخورن پولا میتن که جورای نمی پولت بودم مونده بود دست همین پولی خطای گریف میگه در همون برخالتش پرتفتش نه رحمت میگه و نه یمینه داری و این قیستودو میگه کفیدم طاقتم طاق شید با این مرده که خوب اخوی از صبح دوستم نیست این نوشیگری کرو چه و اقلا یا رحمت نمیگوی یا آدم رحمت میگه چه شکی گردوندن دادن. گفت برادر گفت زکات این رو دادگی هم من چی رحمت میگم؟ من زکات چه دادگی هم پروردگار میاره میرسونش و من شکرم کردم الله شکر میکنم. دلش پرایده یک بار دو بار نه چندین مرتبه همی کروشیدگی. زیرا پیغمبر خدا گفت است حسنوا اموالکم بالزکات، توسط پرداخت زکات مالاتون در حصار الله نگه بداره، در قلعه الله نگه بداره. زکات که دادی هم دلک خودت آرامی، مال در حفظ امان الله های، مالت پاکیزه و تازه های. آقای پروردگار در مالت برکت میده، همون برکت دهنده پروردگار های، همون برکت هم خداوند میده. برای همین در مسئله زکات برادرای عزیز احتیاط کنید، نلنگید. و یطیعون الله و رسوله، مؤمنای حقیقی کسایی هستند که اطاعت از الله و از رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میکنند. کسی که اطاعت خدا را نکنه چی حقوق معنوی داره که دعوا کنه که من بنده الله هم. زندگی آمد برای بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی. خدای تعالی ما و شما بنده خلق کردگی هست، به خاطر عبادت خلق کردگی هست. وقت اطاعت الله نکردیم همین نمک خورده و در نمکدان توف کردن شست است برای خدا. حضرت صلی الله علیه و سلم بوری همراه صحابه نشسته بود بشارت داد، گفت کل امتی یدخلون الجنه، تمام امتی من کل کشید همه امتی من
داخل جنت میشود. از شادی را دیگه قد پریدن. او دیگه از این بشارت زیاد میشود. این سخن آدمی عادی نیست آخی. سخن پیغمبر خدا است. پیغمبری که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، هیچ وقت از پیش خود گپ نمیزنه. هر چیزی که میگه همه به وحی الهی است. حضرت گفت الا من ابا، مگر کسایی که خودشون نمیخواهند جنت بدویند، خودشون ایبا میکنند. صحابه گفتند یا رسول الله و من یعبا، کی است او به عقل به سعادت که از داخل شدن به جنت ایبا میکنه؟ یا پوتیوفکا را اگر به پل بتنه جان گفتن میگیری شاید به همون احتیاج نداشته باشی و چخیل پروپوس که جنت نمیگرفته ایبا میکرده ای داخل شدن به جنت. حضرت گفت من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا، کسی اطاعت مرا کرد او به شک داخل جنت میشه. اما کسی اگر عصیان کرد، سرکشی کرد، ناپسندی کرد، او با دست خودش در جنت بروش بست است. الله اکبر. قدر خدای مهربان و بزرگوار سبحان الله. با خدا قسم به قدر نعمت های الله را میرسیم. یک اندک آدم فکر کنه یک از 100 سوم البته تا وقتی مردن تا مینداری که هم آدم 100 سوم داد. این پروردگار که همین نعمت بی بها در بالای سر ریخته است. همش یک فکر کن یک پلمبای خانه سوخته را میره 50 100 سوم تا میزنن میگیرن. یک دندون هم میشنونی، دندونی اگر به عرضه باشه قریب $100 میروه. اوقی ایتری متریال نیست در دنیا. کسی این متریال استحصال کرده نمیتونه. عربی پروردگاری بزرگ همه همین را به پول دو دسته. که به قدر نعمت پروردگار میرسیده باشه. ایرا ببین بود دندونای پیشه تیز کرده است. دندونای قفو پهمای. همین را تصور کنه که نورود میشی. کرسی ها تیز میشیدن دندونای پیش پهم. همین خیلی عذاب و مشقت بود. نی اداب نی بود. خویدن مشکل بود. از برای خدا در زیر زبان یزیشن ژلزه موندگی یا غدود زیر زبان نامی همون خوراک هم میگیری علاقه دهنت پریو میشوه تیار شید استروشه میبینیش علاقه تیار شید نباشه اون نونی قاق در حلقت رس بشه جانت ببروید. خدای نکرده این اگر همون کار نکنه وای به حالت مگر هم فقط همین جیتکی بخری خوراک جیتکی دیگه هیچ خوردن نمیتونی. اگه تعام رفت تمامی ارگانیزم در خدمت های الله. معدم ترنگ کرده لغت کرده میدش کرده استای شیرش همه برورا در جگر میتا. این پروسس عجیبی پروسس های از برای خدا. این جگر یا فابریکه های همون شیره تعام من با چشمم دیدم. خدا رحمت کنه مسافری پدرمون اپراسیون کرده در جگرش 70% بریده بود. من میدیدم که چه خیلی میآید. حقیقتا همون شیره یک چیزی هست چسبکی یک زردی سبزنمایی همونجا میروه جگر او را کار میکنه بلوکش جدا میکنه خونش جدا میکنه بعد همون استاتکهش که دیگه در کار نیست که زهر و زقوم او را بود هم تلخه پر میکنه. این را ببین قدرتی پروردگار تا اینجا تعام خورده ازی با برای که جلوتکت از زور نیویا در تایش جلوتکه یک غدود دیگر را مودیم غدود زیر معده برای اون که همون خون تنک باشه و غوص نشه و رگ پیوند درست نکنه او بیچاره همون غدود مخصوص انسولین میبروره خوراکی تر همون مقصد همون ترکیب قنچه کم میکنه خون جیت کی میکنه ای بولو تلخه بود چکیده است خوراک هضم شوه اوقی این معده تیله میکنه زور میزنه او را میبره مقصد از مقعد میبروره با هم تهمونده و استاد که همش میبرویه. خدای نکرده اگر همونجا یکون علا داشته باشه که ریده نتونی همین دنیای روشه در چی بسیون میشوه. یا هستن شخصایی که یکی پیشابشو محکم میشوه از برای خدا میگه از همه دردی بدترین سختترین نمی بوده است. ما خیال میکردیم دردی دندون این دردی دندون در پیش این یورونده بوده همین که جای درک نبین میگو این دردی کسافتی بود بدبخت نیسته. همین خدای نازنینه که همین اعضای سالی و برای داد است. این همی تو گزیده خوابی بود تمام ارگانیسم خدمت تر کرده است از برای خدا. آیا همون شایستگی همون را نداره که اطاعت الله کنیم
شکرانه نعمت پروردگار را به جا بیاریم. آن عزیزه گفت شد 70 سال تازه شادی میکنم و از وجد حال که این چنین زیبا خداوندیم هست، با خداوندیش پیوندیم هست. یک بزرگ خدا میگه پرسیدن چه حال داری؟ گفت 70 سال شد که ای شادی را در کرتم نمیگنجم که اینقدر پروردگاری بزرگ دارم و همین خداوندی بزرگ با من هدایت کرده است که میشناسمش، پیوندی دارم. یا عبدی میگه ای بنده ای من، مرا بنده ای خودش گفته است. این خدای بزرگه که همه نعمت برام مهیا کرده است. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، مسخر شما گردان الله هر چی در آسمان و زمین ها هست. همین را خداوند اگر مسخر نمیگردون ای دستی تو چیکار می اومد؟ همه چیزا بلشدی رسید حساب میکنند، موتور سمالیات و ماشین همه را بلشدی رسید حساب میکنند. اسب اگر خداوند کرمامش نکنه 10 مردک دوش رفته نمیتونن، دستی سوارش میشه این کارش میفرمید. الله گاوی نوز گاو با او شوخوش از برای خدا گاو دیوانه شوه یا بربر آدم دیوانه میکنه. هم یک گاو اگر دیوانه شوه میپروننش، علاج دیگه نیست. همون را الله عزوجل رو میته کرده، همین شکر نعمت خدا را نمیکنه. یک گاوی را که گوشتش حلال، روغنش حلال، تنان خدا شتپک میکنی استفاده میبری، پوستش استفاده میکنی، استخوانه و شاخاش استفاده میکنن. همه را رو میته کثافت کرده ای که گوشتت حرام، نجاستت بدترین نجاست ها. به خاطر پروردگار اقلا یک مشت اوقاتی طهارت نمیکنی، عبادت پروردگار را کنی، در پیش درگاه الله چی میگوی؟ لا تسالون عن النعیم. ای بنده های خدا البته پرسیده میشوی از این نعمت ها، علاج نداره که نپرسم، تو حتما پرسیده میشه. همین نعمت ها را یک یک اینمی رنگی اکرام وری بگذرونم در پیشت. همین نعمت برای تو رسید، اونجا جای دروغ نیست، دروغ گفته نمیتونی. چی آوردی؟ در عوضش چی آوردی؟ دست پا دادم چنبیل کلند، من ببخشیدم زی خدام کی شدن. الله عزوجلال میگه آخه دست پای نازنی ندادم. ای بچه ای همه مقتدرترین اکسکواتر دنیا کار یک پنجه انسان کردن نمیتونه. آخه او درخت نبود که شاخاش خودش ببرویه، همون را من ندادم. چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چی خریدی تو زی فرش؟ در عوض این قدر نعمت پروردگار چی آوردی؟ همراه چی آوردی؟ پس مسلمان کسی را میگن که اوقی اطاعت الله و اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه، به اطاعت خدا و پیغمبر اوقی دعوا همین دعوای باطل هست، دعوای بی‌معنی هست. اولئک سیرحمهم الله، این طایفه بنده های الله هستند. البته رحمت پروردگار براشون نازل می شود. این خداوند به حد مهربان است، به حد مشفق است نسبت بنده مؤمن که از برای الله هیچ وقت نمیگذاره که بندش مایوس و مضطر شود، به شرط بنده حقیقی باشد. در حدیث قدسی اومده است، حدیث صحیحی که بخاری و مسلم روایت کردند، حضرت خداوندی میگه و ما ترددت فی شیء انا فاعله ترددی فی نفس المؤمن یکره الموت و انا اکره اساءته. الله عزوجل میگه در هیچ کار من تردد ندارم، دو دیلگی ندارم، مگر در همین گرفتن جان مسلمان. مسلمان ای مرگ میترسه، میترسه زیخ میشوه. انا خدای بزرگ میگه که من نمیخواهم که انا مسلمان زیخ شوه و ای مرگ بترسه. آخه چاره دیگر نیست. تو خونه ویرونه و ولنگو را چپه نکنی در جاش بینای دیگر کردن نمیشوه کو. تو زمین شدگار نکنی آخه حاصل کاریده نمیشوه کو. چکل نیحالت میشنونی و چکل دانه و زراعت هم میکاری. مقصد از این گریز نیست. اما خدای بزرگ ببینه که میگم من مؤمن به حد دوست میدارم که همین مؤمن ای مرگ میترسه و غمگین میشوه. من نمیخوام که همین مسلمان بترسه و غمگین شوه. خداوند نسبت بنده مؤمن از مادر نسبت فرزندش به مراتب مشفق‌تر است، مهربان‌تر است،
به شرط ما بنده باشیم، به شرطی که جوانمرد شیم. بنده بودی ولی زینامردی بندگی را به جا نیاوردی. بنده حقیقی باشی او پروردگاری بنده نوازی، لک بخشی، ارحم الراحمین. پروردگاری که خودش وصف کرده است، میگه سبقت رحمتی علی غضبی، همیشه رحمتی من پیش غضب میروه. اینایی خیلی خدای مهربان و بزرگ داریم. اولئک سیرحمهم الله، به شک رحمت پروردگار برای بنده ها نازل می شود. اینا ببینه نشست وقتی به خاطر اظهار محبت است، شب مولودی است، به خاطر آن است که سخن حق بشنویم، به خاطر دنیا نیست. این خوردن ده همه ایجا میخری، به خاطر آن است که یک کلام پروردگار را بشنویم. انشالله هیچ جای شک شبهه نیست که خدا را خوش میآید. انشالله در عالم برزخ روح رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشنود میگردد. این الله سمیع، این الله عزیز حکیم. به شک الله ذوالجلال غالب و پیروز است. پروردگار هر چی خواست میشود، هر چی خواست میکنه و خداوند همه کارش با حکمت است. این همی جمع شدن ما به حکمت نیست، نشستن ما به حکمت نیست، این همی صحبت کردن ما به حکمت نیست. از جانب حاجی ظفر دعوت شدن اینقدر خوریای نازنین در این محفل به حکمت نیست. همه به خاطر اون است که همه یک لحظه و یک ساعتی را به یاد خدا و پیغمبر سپری کنیم. خدایا صحبت مون صحبتی معاصر گردانه. پروردگار را فیض برکات خویش را در این منزل، در این محفل، در این محله، در این دیار، در خاندان برادرای مسلمان نازل فرما. خداوند به خاطر این ساعت که انشالله ساعت اجابت دعا هاست، ساعت ریقت قلب هاست، عاجزانه دعا میکنیم. پروردگار و ارواح گذشته هامون، خاصتا پدری حاجی ظفر مرحوم بابای شادی را رحمت مغفرت کنه، در بحبوحه جنت مستقر گردان. خداوند در خاندانش فیض و برکات خویش را نازل فرما. شیر بچه‌هاش عالمی با عمل و حافظ قرآن و خادم دین و شریعت به کمال برسان. مهماناش از جمیع بلا و گزندها حفظ کن. پروردگار و بلا و وبا و آفات و ویروس از این ملک سرزمین دور گردان. خدای در مساجد دوباره برای مسلمانان باز کن تا نمازها را با جماعت مستحبه در خانه های بزرگی تا انجام دهند. پروردگار و برکات و نصرت در ملک نازنین ما بازم بیشتر و زیادتر گردان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین یا رب. نعما و نورا و هدى و رحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. پروردگارا ثواب نورانیت تلاوت کلام بزرگت را، ثواب این عطایی را که خوریای شیرین کلام ما سرودند، ثواب امر و معروف و نهی از منکر که الحمدلله مجلس خیر ما خالی از آن نبود، ثواب این نان و طعام ها را که صاحبای این خاندان نجیب به خاطر شکرگزاری نعمت های تو آماده کرده اند، ثواب این نشستن ها و گوش کردن ها را که از خصایل حمیده امتان محمد صلی الله علیه و سلم محسوب می‌یابد، اولا به درگاه بی‌نیازت قبول فرما. بعدا در این ماه مولود نبوی، ماه ربیع الاول که ولادت حضرت صلی الله علیه و سلم به همین ماه درست می‌آید، وفات حضرت صلی الله علیه و سلم در همین ماه بود. پروردگار را برسان به روحی پرفتوحی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و روحی آن حضرت را از امتان مشتاقش، از امتان واقعیش، از امتانش که واقعا محبت دارن به حضرت صلی الله علیه و سلم و فردا روز قیامت آرزوی شفاعت چه دارن، آرزوی دیدار و صحبت چه دارن، شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان و پروردگار رو از شفاعتش برخوردار و با نصیب ناساز. بعدم برسان به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جمیع روح ارواحی که از صاحب خانه و مهمانانش امید دعا دارن، خاصتا به روح پدری مرحومی فرزندای این خاندان، به روح عمک مرحوم شو بابای حاجی خیرالله که از دهه ما هستند، خداوند رحمت و مغفرتشان کن. پروردگار را در بحبوحه جنت مستقرشان گردان. از اعمال نیک فرزندا در عالم برزخ همیشه روحشان شاداب نگهدار. خداوند امورم همو خواهی مقام و جای نشین همو پدرها کردن.
همون پدرها و باباهایی که سعی تلاش زیاد داشتن، محبت زیاد داشتن، بعد سری خود فرزندای مؤمن و مسلمان باقی گذاشتن. او پدرایی که شاید سواد زیاد نداشتن اما همین قدر محبت به الله داشتن که با یک کلمه اوبال جامعه را اصلاح کردن، با یک کلمه اوبال مردم مسلمان کردن. پروردگار شمع از اما غیرت همت اونا برای ما را نصیب روزی گردان. تو فرزندا را رو به رحم خدا در پیش تلویزیون نگذاریم، تو اینکه یک دهن تعلیمشون بدیم که فرزندای پدردار رو با تربیت و کمال برسند. خداوندا به خاطر این ساعت که انشالله ساعت اجابت دعا هاست، ساعت رقت قلب هاست، عاجزانه دعا میکنیم برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند از جمیع بلا و آفات و گزندها حفظ کن، از جمیع خشی های زندگی برخوردارشون کن، ارواح گذشته هاشون رحمت و مغفرت کن، به بیماراش و شفای کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار جوانای بیزن من صاحب زن صالحه ساز. خداوند به فرزندا را صاحب فرزندای خوب صالح و صالحه گردان. پروردگار رزق روزی بنده های مؤمن تفراخ و وسع گردان. خداوند این تنجی و آرامی را که نصیب ما گرداندهی واقعا یک نعمت بی نهایت بزرگ است. قبل از او که نعمت از دست برود باید به قدرش برسی. پروردگار بازم ثبات بیشتر ببخش، ملک سرزمین مون آبادان بگردان. پروردگار مسلمانان را غیرت همت بده تا نمازی را که فرض الهی است پیوسته انجام بدن، زکات را که حق اسلام است در ذمه‌شون ادا کنند. با خدا قسم شخصایی که صاحب نصاب زکات هستند اگر زکاتش نپردازند کوچه و بازار در این قدر گدا و تلبنده زیاد نمیشود. اما افسوس است، افسوس که تنبلی میکنیم و نمیتیم. پروردگار عاقبت امورمون به خیر انجام ده. خداوند در گوشامون حلقه کن که هر کجا دیدیم که مسلمان احتیاج به نصیحت داره نصیحت از او دریغ نداریم. چه کار به فضول من براید مرا در وی سخن گفتن نشاید، و اگر بینم که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینم گناه است. پروردگار حاجی ظفر همراه اهل خاندانش، همراه برادراش، خیش پیوند و قوماش از جمیع بلا و آفت حفظ کن. حاجی رستم و دیگر برادراش که دور از دیار هستند، آمین آمین. و برادرای مهاجر ما را خداوند از جمیع بلا و آفت حفظ کن. پروردگار را در حفظ امانت نگهشان بدار. خداوند با سالم و غانم سربلند تن صحت به وطن برگشتن براشان نصیب روزی گردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین.